از کلانتری اومدم. این یارو رو میشناسی؟ چی؟ واسه سینه کام بزنم. این که مرتضاست. عکسشو از کجا آوردی؟ پس مظنون رو میشناسی. اوف، من بدون حضور وکیلم حرف نمیزنم. مثل اینکه نفهمیدی کجا هستی. حرف بزن. چیزی نپرسیدی هنوز. آها، مرتضی رو از کجا میشناسی؟ دوست دوران بچگیم بود. میومد خونه با هم دیگه بازی میکردیم. اتفاقا قایم موشک خیلی دوست داشت. با هم دیگه فیلم میدیدیم، فیلم‌ها رو نقد میکردیم. چه دورانی بود. چیز عجیبی توی رفتارش نمیدیدی؟ توی رفتارش که نه، ولی همیشه کیت رئال مادرید تنش بود. رئال مادرید. شماره ازش داری؟ آره، یه شماره قدیمی ازش دارم. بهش زنگ بزن، ما شماره‌اش رو ردیابی می‌کنیم. میشه پیامک بزنم چون میدونی یکم درونگرام. زنگ بزن. به خاطر خودتون گفتم چون میدونی بهتر از این که حرف بزنم میتونم پیامک بدم وگرنه. الو، سلام، چطوری مرتضی جان؟ به به جواد جان، بعد از سالها. اتفاقا خودم خیلی دلتنگت بودم، میخواستم باهات حرف بزنم. باعث افتخاره. اتفاقا منم خیلی یاد گذشته کرده بودم. چه روزای خوبی بود. آره، مخصوصا اون شبایی که کنار هم دیگه میخوابیدیم. آره. چی؟ خب بالاخره بعد از بازی خسته میشدیم و میخوابیدیم. هنوز عطر تو دماغمه. اوکی، راستی هنوز طرفدار رئال مادریدی؟ اوضاعشون خیلی خراب شده. رئال مادرید که عشقه، اونم درست میشه. دارم کاراشو میکنم تا 2 هفته دیگه بازیشون رو روال بیاد. داری کاراشو میکنی که بازیشون خوب شه. راستی چیکارا میکنی این روزا؟ همدیگه رو نبینیم یه روز؟ جدی میخوای منو ببینی؟ بابا دمت گرم، خیلی خوشحالم کردی. اتفاقا خیلی از دوستان به خاطر این کاری که دارم با هم قطع رابطه کردن. باورت میشه ازم میترسن. از دست این مردم ازش میترسن. میتونم بپرسم مگه داری چی کار میکنی؟ راستیتش دعا مینویسم. دعا نویسی؟ آره، چند تا موکلم دارم. جنا میفرستم اینور و اونور تا کارا رو جلو ببرن. عباس و محمودم فرستادم برن تو بدن امباپه و وینی تا از این به بعد بازی رو بتره کنن. یه عباس و محمود من اون وسطا شنیدم. عذر میخوام که میپرسم ولی عباس و محمود جنن؟ آره، خیلی جنای خوبی هن. باید ببینیشون. البته نه، چون اگه ببینی شاید یکم بترسی، چون شبیه ما زیاد نیستن. اوه اوه اوه، چی کار کنم؟ راستی اگه کاری داشتی بهم بگو تا واسط انجام بدم. خب حالا که خودت میگی میتونی یه چک بکنی واسم که بختم بازه یا بسته؟ چون میدونی خیلی وقته که کسی نیست. در مورد اون موضوع راستش خودم بخت تو بسته بودم، چون میخواستم بالاخره بیام پیشت با هم باشیم. اوف،